سلام به همه فارسی زبان‌های عزیزم. به کانال قلم ملکه خیلی خوش اومدید. من نگار هستم و قراره در این کانال رمان‌هایی که دست نوشته خودم هست رو براتون به صورت صوتی پارت گذاری کنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای من با خبر بشید. رمان کلید قلب من تویی، قسمت 77. کامران مرتب داشت امیر رو صدا می کرد. اما امیر داشت با سرعت می رفت و اصلا به کامران توجهی نداشت. کامران قدماشو تند کرد و بهش رسید. شونش رو گرفت و به سمت خودش چرخوند و گفت بابا چی شده؟ چرا اینجوری شدی؟ میخوام برم خونه. الان. باشه. ولی بگو خب چی شده؟ نمیتونم کامران. فقط بریم. عباسم بهشون رسید و گفت امیر آقا چی شد پسرم؟ ببخشید عباس آقا، شما رو تو زحمت انداختم. من فکر نمی‌کنم بتونم بهشون کمکی کنم. ببخشید. لطفاً اسمی هم منم بهشون نگید. ممنونم باس. ببخشید. بعد بدون منتظر موندن جوابی از طرف عباس به سمت ماشینش رفت. تا خود خونه امیر و کامران هیچ حرفی نزدن. امیر سرشو تکیه داده بود به پشتی صندلی و چشاشو بسته بود. کامرانم سکوت کرد تا اون یکم آروم بشه. وقتی وارد خونه شدن، امیر نشست روی مبل و سرشو به دستاش گرفت. کامران رفت براش آب آورد و گفت نمیخوای حرف بزنی؟ نه. هیچی نپرس. هیچی. آخه این چه حالیه؟ کامران نمیتونم بگم. ازم نخوا. من و تو که تا حالا هرچی بوده به هم گفتیم. محرم هم بودیم. حالا این چیه که تو رو به این روز انداخته که نمیتونی منو بگی و منو محرم نمیدونی؟ یه روزی بهت میگم. الان نه. واقعا امروز گنجایشم پره. ازم نخواد چیزی تعریف کنم. باش آروم باش. من تنهات میذارم. هر وقت خواستی من هستم داداش. شب بخیر. کامران رفت و امیر رو تو اون حال تنها گذاشت. اون شب امیر اصلا نخوابید. فقط کلافه توی خونه راه رفت. نزدیکای صبح حالش یه جوری بود. سری سوار ماشینش شد و به سمت خونه احمد رفت. میدونست که اونا این موقع صبح بیدارن. زنگ زد. بدون هیچ حرفی در باز شد و امیر رفت بالا. احمد. امیر جان، شیرین خوبه؟ چیزی شده؟ هنوز نرفتم بیمارستان. خب این موقع صبح اینجا چی کار میکنی؟ مای خانم هست؟ آره داره نماز میخونه. میشه ببینمش؟ خواهش میکنم. چرا نمیشه؟ بیا تو اون اتاق روبرویه هستش. امیر رفت در اتاق باز کرد. مهین رو دید که داره نماز میخونه. آروم رفت پشتش نشست. انگار حالش وقتی که مهینو با اون چادر سفید دید یه کمی بهتر شد. مهین بعد از سلام دادن برگشت به پشتش نگاه کرد و گفت امیر جان، طوری شده این موقع صبح اومدی اینجا؟ امیر سرشو به شونه مهین تکیه داد و گفت فقط مامان لازم بودم. حالم بده مامان، خیلی حالم بده. مهینم شروع کرد صورت امیر رو نوازش کردن و بعد گفت چی شده دردت بجونم؟ چی انقدر ناراحتت کرده؟ دیشب من چیزی دیدم که تمام خاطرات بد گذشته برام زنده شد. خاطراتی که خاکشون کرده بودم. اون خاطرات چی بود مادر؟ نپرس مامان. نپرس، یادآوریش برام سخته. فقط بذار پیشت بمونم آروم بشم. مهین لبخند زد و گفت دوست داری برات قصه بگم؟ امیر با هیجان گفت آره، برام قصه بگو. بذار یه مدت از این دنیای واقعی کوفتی دور بشم. بیا برو روی تخت دراز بکش تا برات قصه بگم. امیر رفت روی تخت دراز کشید. چشاشو بست و مهین شروع کرد قصه گفتن. یکم که گذشت مهین فهمید که امیر خوابیده. آروم از اتاق اومد بیرون. احمد همینجور که داشت چای میریخت متوجه مهین شد و گفت
خب مهین خانم میبینم که باز پسردار شدی. نگفته بودی؟ مهین لبخند زد و گفت یهویی شد. شینش گفت حال این پسر اصلا خوب نیست احمد آقا. خدا میدونه تو تمام این سالها به این جوون چی گذشته که اینجوری شده. قضیه شیرینم از همه بدتر داره رو شونش سنگینی میکنه. ولی بچه هیچ چی نمیگه. چی بگم؟ خدا خودش به همون رحم کنه. فقط خدا رو شکر برای ابراهیم چیزی پیش نیامد و اومد خونه. راستشو بخوای ابراهیم هم دست کمی از امیر نداره. میدونم. ایشالله خدا شیرین رو به هر دوشون ببخشه. الهی آمین. طرفای ظهر امیر بیدار شد. اولش نفهمید کجاست. یکم به این ور اون ور نگاه کرد. تازه یادش افتاد که چی شده. سرشو تکون داد تا چیزی که دیشب دیده رو به یاد نیاره. در رو باز کرد و از اتاق خارج شد. مهین رو دید که تو آشپزخونه داره کار میکنه. رفت پیشش و سلام کرد. سلام مادر، بیدار شدی؟ خیلی خوابیدم، ببخشید. این چه حرفیه؟ بهش نیاز داشتی. الان بهتری؟ بله ممنون. شما بهم خیلی آرامش دادین. خدا رو شکر. بشین برات غذا بکشم. حاضره. نه ممنون. میخوام برم پیش شیرین. از دیروز ندیدمش، نگرانم. بشین. کامران صبح بیمارستان بوده. وضعیتش همونه. آخه مهین با اخم گفت بشین بهت میگم. به حرف مادرت گوش بده. امیرم یه لبخند بیجونی زد و گفت مامانم جون بخواد. چشم. مهین برای خودش و امیر غذا کشید و مشغول خوردن شدن. امیر اشتها نداشت. بیشتر داشت با غذاش بازی میکرد که دوباره مهین گفت بخور. تا تهشو باید بخوری. به خدا اشتها ندارم. به خاطر شیرین بخور. اتفاقا به خاطر اونه که گلوم پایین نمیره. دیشب یه خواب عجیبی دیدم. ولی زیاد ازش یادم نیست. فقط یه روز خونه بود که شیرین اون ور ایستاده بود و من این ور. اون داشت برام دست تکون میداد. ایشالله که خیره. به فال نیک بگیرش. امیر به خاطر مهین یکم از غذاشو خورد و دیگه مهین بهش اصرار نکرد. با هم رفتن پیش شیرین. یکم هر دو پیشش بودن که مهین گفت پسرم نزدیک اذانه. من برم وضو بگیرم، برم نمازخونه نمازمو بخونم. دوباره میام. باشه مامان بریم. وقتی که مهین رفت امیر یه حال عجیبی داشت. به صورت شیرین نگاه کرد. یهو یک تصمیمی گرفت. بلند شد در و بست و پرده رو کشید. کنار تخت شیرین زانو زد و به بالا نگاه کرد و گفت سالها بی خیالت بودم. کاری با هم نداشتیم. درسته مگه نه؟ میدونم آدم خوبی نبودم. ولی خودت دلیلشو میدونی. تو تنها کسی هستی که میدونی. از دیروز همه بهم گفتن باهات حرف بزنم. میخوام امشب با همه وجودم باهات حرف بزنم. ازت بخوام حال شیرینو خوب کنی. من هیچی برای خودم نمیخوام. بعد با بغضی تو صداش ادامه داد. فقط حالشو خوب کن. من بهش بد کردم. بذار براش جبران کنم. خدا، من بابت همه کارام غلط کردم. زندگی منو بگیر. ولی شیرینو برگردون. خواهش میکنم. دیدم هر کی چیزی ازت بخواد بهت سجده میکنه. من الان جای مقدسی که همه میرن نیستم. ولی اینجا الان برام مقدسه. چون عشقم، زندگیم، جونم اینجاست. برا خوب شدنش بهت سجده میکنم. از خودت میخوام خدا. نه هیچ کس دیگه ای. از تو که میگن از همه چیز آگاهی، شفای عزیزمو میخوام. التماست میکنم خدا. اگه برای تاوان خطاهام میخوای شیرینو ازم بگیری، جون منو بگیر. شیرین بیگناهه. التماست میکنم که نجاتش بدی. بعد سجده کرد و پیشونیشو به زمین گذاشت. چند ثانیه در اون حالت بود که یهو
صدای دستگاهی که به شیرین وصل بود بلند شد. امیر با ترس سری سرش رو از زمین برداشت و به دستگاه نگاه کرد. یک پرستار با سرعت وارد اتاق شد و بالا سر شیرین رفت. بعد دوباره برگشت به سالن و فریاد کشید کد 99 و بعد داخل اتاق برگشت. چند تا پرستار و پزشک وارد اتاق شدن. امیر داشت هاج و واج به این صحنه نگاه میکرد که یک از پرستارا گفت آقا بفرمایید بیرون. کد 99 یعنی چی؟ آقا لطفاً بیرون بایستید. بهتون میگم کد 99 یعنی چی؟ چه بلایی سر همسرم داره میاد؟ یکی از پزشکا داخل اتاق بلند گفت پرستار ببرش بیرون. امیرم فریاد کشید من جایی نمیرم. پرستار به ناچار چند نفر را صدا کرد تا امیر را از اتاق ببرن بیرون و در را پشت سرش بستن. امیر کلافه داشت دم در قدم میزد. دستاشو تو موهاش میکشید. یهو مهینو از دور دید که داره از ته سالن میاد. دوید سمتشو گفت مامان شیرین چی شده مادر؟ پرستار گفت کد 99 این یعنی چی؟ امیر به وضوح دید که رنگ مهین پرید. آب دهنشو به زور قورت داد و با لکنت گفت چیز خوبی نیست نه؟ چیز خوبی نیست. مهین فقط سکوت کرد. امیر از سکوت مهین بیشتر ترسید و گفت نه اون هیچیش نمیشه. خدا ناامیدم نمیکنه. نه برای اون هیچ اتفاقی نمیفته. بعد به سرعت برگشت سمت اتاق شیرین که همون موقع دکتر از اتاق اومد بیرون و در رو بست. امیر شونه‌های دکتر رو گرفت و گفت دکتر تو رو خدا حرف بزنی. پایان قسمت 77. دوستان امیدوارم که از شنیدن این قسمت هم لذت برده باشین و ممنون میشم نظراتتون رو داخل کامنت برام بنویسین و ویدیو رو لایک کنین. اینم یادتون نره که من خیلی دوستتون دارم.